ابراهیم گفت پروردگارا به من فرزند صالح و شایسته‌ای عطا کن. ما نیز او را به فرزندی بردبار بشارت دادیم. هنگامی که با فرزندش به مقام رفیع تلاش فقط برای خدا رسید، به فرزندش گفت پسرم، من در خواب دیدم که تو را ذبح می‌کنم. فکر کن و نظرت را بیان کن. پسر گفت ای پدر، به هر آنچه به تو امر شده عمل کن. انشاءالله مرا صبور خواهی یافت. هنگامی که هر دو سراپا تسلیم امر خدا شدند و ابراهیم فرزند را به پیشانی خواباند، ما ابراهیم را ندا دادیم که ای ابراهیم، نسبت به خوابت صادقانه رفتار کردی. ما این گونه نیکوکاران را پاداش می‌دهیم. به راستی این همان آزمایش آشکار و بزرگ بود و به جای فرزندش ذبح بزرگ و ارزشمندی را فدیه قرار دادیم و نام نیک او را در امتهای بعد باقی نهادیم. سلام بر ابراهیم. ما این چنین پاداش نیکوکاران را می‌دهیم، زیرا او از بندگان با ایمان ماست.